استعمال برزیاد مشروبات سپیرتی در اکثر موارد انسان را از عقل بیگانه نموده گاه‌ها به آن سبب می‌گردد که به جنایت‌های وزین و مخصوصاً وزین دست زند. در کوچه عینی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه دو همقدر بعد استعمال نوشاکی‌های سپیرتی بین هم مناقشه نموده یکی دیگر را یکچند مرتبه با کار زده جراحت وزن جسمانی رسانیده است. وابسته به حالت مذکور نسبت گمانبر شده در اساس ماده‌های 32 104 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی سوی قصد به آدمکشی پرونده جنایتی آغاز گردیده است. همکارانمان در این خصوص گزارش می‌دهند. نوشیدن مشروبات سپیرتی و استعمال وسایل نشادار پیشه نمودن طرز ناسالم زندگانی عاقبت انسان را به اجرای عملهای جنایتی برده شخص را بی‌آبرو و شرمسار و پشت پنجره محبس خواهد برد. از جمله شب 25 سپتامبر سال جاری با رسیدن خبر فوری اوید به مناقشه و رسانیدن جراحت جسمانی کارمندان مقامات میلیسیا به کوچه عینی ناحیه شاه منصور حاضر گردیدند. در نتیجه معین گردید که بین دو نفر همقدح که در حالت سخت مستی قرار داشتند مناقشه به میان آمده یکی دیگر را به واسطه کارد زخمی نموده است. در صادر نمودن جنایت مذکور شهروند قهاروف نورالله عبداللهیویچ سال تولدش 1984 استقامت کننده ناحیه شاه منصور کوچه عینی دستگیر کرده شد. گمانبرشونده قهاروف نورالله در منزل استقامتیش شهروند زکریوف شیرالی سال تولدش 1967 را مورد علت کوب قرار داده پس آن از پایش کشاله کنان از آشانه چهارم تا به پایین آورده باز مورد علت کوب قرار داده است. این همینجا دوید همینجا استودگه جبه گفتم یا داری دیگه زد نموش که عقیل رفت و او یا مرده کمد بود که بس هایش دفش که بود جان نکنیم گریست هم بود همشت. با همه این قناعت نکرده گمانبرشونده قهاروف نورالله با مقصد از حیات محروم نمودن شهروند شیرالی زکریوف از منزل استقامتیش کارد آشخانگی را گرفته دوباره به نزد بینای میخانه برگشته است. در نتیجه باز بین نامبردگان مناقشه سر زده گمانبرشونده با کاردی با خود داشته یک چند مرتبه به قسمت‌های حیاتاً مهم شهروند زکریوف شیرالی ضربه زده او را زخمی نموده است. این همینجا چه خیلی باید در رو سینما یه سر قد شاپ و شاپ. در اینجا شاپ شاپ. این همینجا شاپ و شاپ شده اینجا. باید چیکار کرده شما؟ باید کوچه قطعه چند تا خصوصی نمی تاکش شوی کردن که باید شاپیده استابن هم شاپ و شاپ داشت که خیلی موضوع فهم پیرانی چیده. این زمان شهروند زکریوف شیرالی با برداشتن جراحت‌های وزنی جسمانی در بیمارخانه بستری میباشد. اوید به حالت مذکور از جانب پروکراتور ناحیه شاه منصور نسبت قهاروف نورالله با ماده 32 قسم 3 و 104 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای سوء قصد به آدمکشی پرونده جنایتی آغاز کرده شده او در حبس پیشکی قرار دارد.